به ویژه شخصیت مبارزاتی و دایه استاد شهید و همچنان ماندگار شدن اندیشه های شهدا و مبارزان راه عدالت و آزادی افغانستان اراده جدی دارد تا خاطرات و تحلیل های ارزشمند برادران ترک و سایر شخصیت های ملی و بین المللی را جمع‌آوری و در خدمت مردم قرار بدهد. حضار گرامی، با تشکیل شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نخستین گام در مسیر پیگیری یکی از اهداف شهدا که همان اتحاد و همبستگی حوزه مردمی ما می باشد برداشته شده است. اما برای تطبیق این اهداف لازم است گام‌های بیشتری برداشته شود. عملی سازی آرمان‌های شهدا که مبارزه علیه ظلم در همه اشکال و انواع آن در میان آنها حیثیت هدف محوری را داشت، مسئولیت درجه اول ما در شورای مقاومت